سلام. توی این ویدیو من میخوام یه بخش دیگه ای از کتاب جامعه شناسی خودمانی رو بخونم. عنوان این بخش هست قهرمان پروری و استبداد زدگی ما. وقتی گالیله را برای استغفار کلیسا پسند به محاکمه می‌بردند، تمامی پیروان و شاگردانش با دلهره و اضطراب در پشت درهای بسته مدتها به انتظار صف کشیده بودند که استادشان و بزرگشان، رهبر فکریشان، علیرغم فشارهای طاقت فرسای ارشادی داخل دادگاه سربلند و سرافراز با گام‌های استوار پای به بیرون نهد و بگوید زمین هنوز میچرخد، اما دریغ که استاد سرافکنده و پژمرده، رنجور از فشارهای تحمل کرده، سربزیر از ابراز آنچه خود هرگز به آن ایمان نداشت، آرام و آهسته به قرائت استغفارنامه برای همه آنچه برخلاف عقیده کلیسا تا به امروز گفته بود پرداخت. آنچه برای پیروانش مانده بود یأس بود و سرشکستگی. از شاگردان یکی فریاد زد بیچاره ملتی که قهرمانش را از دست بدهد. و در اینجا برتولت برشت از قول گالیله چه زیبا میگوید: بیچاره ملتی که به قهرمان عذرخواهی میکنم بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشد. و ما میبینیم که چه غیر زیبا سراسر تاریخمان مملو است از قهرمان بازی و قهرمان پروری. و عجیب است به محض اینکه قهرمانی را پرورش دادیم و وی را روی سکو گذاشتیم، ستایشش کردیم و در بعضی از مقاطع خجالت آور است ولی واقعیتی است. پرستشش کردیم نمی اومد لعنتی. پرستشش کردیم و حتی در سطح خدایش قرار دادیم و چه فرمان یزدان چه فرمان فلان برایش سرودیم. خیلی زود به دلیل اینکه به حق نمیتواند تمام خواسته هایمان را برآورده کند شروع به ملامتش میکنیم، غافل از اینکه این ما بودیم که از او یک بت ساختیم. ببخشید امروز گلوم خیلی راه نمیده. قهرمان بیچاره که خودش همچنین ادعایی نداشت. خودمان بالایش میبریم و خودمان هم زمینش میزنیم، آن هم در مشمئز کننده ترین حالت ممکن. حالا هیچ فرقی نمی کند که اگر زورمان نرسد برایش جوک درست میکنیم. فرقی نمی کند اگر زورمان نرسد برایش جوک درست میکنیم. راستی چرا؟ هیچ وقت فکر کرده اید چرا؟ بزرگی همه این رفتارها را ناشی از شرایط جوی و اقلیمی کشور می‌دانست. تشنگی مفرط زمین، بی‌آبی و بی‌بارانی، قلدری میراب قلدر را می‌طلبد. برای آب دادن محصولی که پدر صاحب کار را درآورده تا به اینجا رسیده، اگر بخواهی با گفتمان و دموکراسی، تأمل و مشورت آب تهیه کنی، کارت به صورت جدی لنگ است و باید یک جوری با میراب قلدر به توانی کنار بیایی. گفتم در این مقوله قصد ندارم بگویم چطور شد که این گونه شد. میخواهم نشان دهم که این گونه‌ای که هست چگونه است. خوب وقتی قهرمان پروری نهایت هدفت شد، به صورت طبیعی در طیفی قرار میگیری که اگر از بالا دستی زور میشنوی، یک جور آن را باید سر پایین دستی خالی کنی. حالا اگر حتی در یک بخش از جامعه حرفت در رو ندارد، رئیس نیستی، چاره‌ای نیست، این زورشنوی را یک جور باید برد بالای سر زن و بچه و آنجا آن را تخلیه کرد. و بعد میبینی خیلی آهسته و آرام با زور زیستن برایت شده یک عادت. تمام فکر و ذکرت این شده که یک جوری برای خودت تأمین قدرت کنی، خودت بروی دست راست زورگو بشی و اینکه بتوانی از محل زور و زورگویی تو هم نصیبی ببری. فکر کنی قاعده کار همین است. حالا اگر دستت از همه جا کوتاه شد، موقع انتخاب ماشین، اگر قدرت خریدش را داشتی، یک جور این نیاز را دخالت میدهی. حتی الامکان یک ماشینی میخری که اباحت داشته باشد. گاز که میدهی همه همسایا متوجه بشن. اگر به علت باریکی کوچه کامیون نمیتوانی
نمیتوانی سوار بشوی پاترول میخریم. از زورگویی میگفتم که متاسفانه طی تاریخ 2-3 هزار ساله برایمان ملکه شده و مطمئن باشید با 1-2 تا مقایسه و نصیحت و گفتمان هم یک شبه حل شدنی نیست. زمان میخواد، آن هم خیلی طولانی تر از آن که فکر میکنیم. ببینید وقتی در حالت بیپناهی یکی با مشت توی سر آدم میکوبد 3 حالت پیش میاد. اول اینکه اگر زورت رسید در جا همان مشت را با یک پسه گردنی و احتمالاً 2-3 تا بد و بیراه سجاف کنی و بدون نگرانی از عاقبت کار حواله‌اش کنی. دومی که اگر زورت نرسید تحمل کنی یا بگذاری برای بعد که تلافی کنی، ولی خودت بدانی که این مشتی که خوردی حق تو نبود. بعداً که توانستی به نحو جبران خسارت را بکنی. ولی شق سوم این است که از شدت ضعف و زبونی کم کم باور کنی این نرشی که به تو مشتده حق طبیعی و خدادادیش بوده و سکوت هم حق تو و این دست تقدیر بوده است که این رابطه را بین شما 2 نفر ایجاد کرده. حالا اگر محبت کرده و این را کمی آرامتر زده، زهی سعادت، این دیگر از بزرگواری خود آقای زرنده است. باور کردنش مشکل است، ولی خوانندگانی که خدایی ناکرده تجربه دربند بودن را دارند میدانند که گاهی زندانی از شدت ترس از زندانبان خشن ناخودآگاه با او یک رابطه عاطفی برقرار می‌کند. این حالت سومی که خدمتتان ارائه دادم بدترین شکل مسئله است که به تدریج تبدیل می شود به یک عادتی که نهایتاً منجر می شود به همان قهرمان پروری، منجر می شود به همان محیط استبداد زده. خدا رحمت کند مرحوم سعیدی سیرجانی را که در طوطیان هندش اشاره ظریف به استعداد محیط استبداد زده در پرورش دوباره مستبدها دارد و در مقایسه 2 جامعه هند و پاکستان می‌نویسد. و بار دیگر این سوال برایم پیش آمد که این تفاوت عظیم حکومت‌های هند و پاکستان معلول چه عواملی است؟ مگر نه اینکه هر 2 کشور پرورده استعمار 2 قرنی انگلستانند و در یک لحظه تاریخی به استقلال رسیدند و شرایط اقتصادیشان تفاوت چندانی با هم ندارد و ریشه‌های سنتی و نژادیشان هم. پس چرا کشور هند با آزادی‌های بی‌بندوبارش نه سر تعظیم در برابر دلارهای مردم فریب آمریکا فرود می‌آورد و نه زمینه مساعدی تسلیم بزرافشانان کمونیسم روسی می‌کند، در حالی که پاکستان مدعی حکومت مستقل اسلامی در آغوش آمریکا افتاده است؟ چرا کفار هند، این جماعتی که 1001 معبود دارند، از گاو گرفته تا استوانه ناموزون، در این چند دهه حتی یک روز تحمل استبداد نکردند و پاکستان یکتاپرست و موحد که به حکم صریح دیانتش پرستش آدمیان در آن کفر محض است، یک روز در آن حکومت قانون استقرار نیافت و همه زمامدارانش به ضرب کودتا فلان. حتی ادامه داره که دیگه ننوشته. و چنین ادامه میدهد در 1947 شبه قاره هند به استقلال رسید. محمد علی جناح و همفکران چون حزب کنگره را تحت تأثیر بوداییسم بودند، به فکر ایجاد یک کشور مسلمان نشین به نام پاکستان افتادند که در آن هنوز اعلام استقلال کامل نشده. جناح تبدیل به قائد اعظم شد تا پس از مرگش لیاقت علی خان و ژنرال پشت ژنرال سرنوشت پاکستان را در دست بگیرند. اسکندر میرزا، ایوب خان و یحیی خان و به دور از استثناهای کوچکی این اواخر باز هم ژنرال ضیاءالحق و همینطور قضیه ادامه داد. اما ژنرال‌های هندی همه خود را کنار کشیدند تا مشتی فیلسوف پیروپاتال منصب ریاست جمهوری را اشغال کنند. آن هم رئیس جمهور تشریفاتی با قدرت اخلاقی از مقوله قدرت معنوی پدربزرگ‌ها. نگاه کنید به لیست اسامی: راچندرا پرساد، رادا کریشنان، زاکر حسین، بیویگری، زیل سینگ، همه مشتی ملا فیلسوف با قیافه‌های کرباسی و چروکیده، نه تاجی، نه ستاره‌ای، نه شمشیری، نه نشانی. و همینطور رؤسای دولتشان جواهر لعل نهرو، لعل بهادر شستری، ایندیرا گاندی، موراجی دسای، راجیو گاندی، آن هم در کشوری با این تنوع مذاهب و زبانهای مختلفش. مفهوم مقایسه این 2 کشور این است که به هر حال
زمینه پذیرش رهبر دموکراتیک یا رهبر نظامی در دو کشور مساوی نبوده و احتمالاً معکوس آن نمیتوانست اتفاق بیفتد. حالا باز هم اگر میخواهید منتظر قهرمان بمانید، من حرفی ندارم. میخواهم قیاس دردناکی بکنم. باید بپذیریم که اگر نلسون ماندلایی در آفریقای جنوبی گل میکند، دلیلش زمینه و بستر موجود همان جامعه به ظاهر عقب مانده است که اجازه پرورش امثال ماندلا را ولو با تحمل 28 سال زندان میدهد و الا بر مبنای عقل سلیم در جامعه قهرمان پرور این زندانبان است که اجر و قرب دارد و نه زندانی. زندانبان است که زور دارد نه زندانی. به هر حال یادمان نرود تا زور شنوی وجود دارد، مطمئناً زورگویی هم به صورت طبیعی به دنبال آن خواهد آمد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب بکنید، به دوستانتون هم معرفی بکنید، اما توصیه من اینه که این کتاب رو حتما تهیه بکنید و بخونید. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار. تا ویدیو بعدی.